بچه‌ها ترفندای پاسور، شعبده بازی با پاسور معمولا اینجوریه که اجراشو که میبینی پرات میریزه، وقتی بهت یاد میدم میگی چقدر ساده بود. ولی یه سری ترفندا هستن کاملا برعکسن. مثل چی؟ مثل این که الان میخوام بهتون یاد بدم. بهتون یاد میدم ولی شما توی کامنت ها بنویسید که چرا همچین اتفاقی میفته، چرا باید همیشه جوابش درست باشه. کارتا رو میدید مخاطبتون به هر روشی که دوست داشت کامل بر میزنه، کارتا رو میگیرید، میگید من قراره کارتا رو به دو دسته تقسیم کنم، یعنی 26 و 26. کارتا رو به صورت همزمان که دارید میشمارید کارت هفتم رو توی ذهنتون حفظ کنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. اینا رو بذارید کنار. کارت هفتم رو توی ذهنتون حفظ کردید که سه خشت بود. به مخاطب هیچی نمیگید. بقیه کارتا میگی دوباره کامل بر بزن. قرار 3 تا ستون داشته باشیم، هر ستون برسونیم به 10. الان این 9 عددش، پس یه دونه میذاریم میشه 10. کارت بعدی 6 7 8 9 10. اگه تصویر اومد خودش 10 حساب میکنیم. دوباره 9 10. بقیه کارتا رو میذارید این رو. اینا رو با هم جمع میزنید. 2 تا 9 میشه 18 با 6 میشه چند؟ 24. درسته؟ 24 امین کارت همون سه خشته. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 امین کارت دقیقاً همون سه خشت. مگه داریم؟ چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ چجوری؟